تو این ویدیو قرار شخصیت شما رو تحلیل و بررسی کنیم، اونم بر اساس کراشتون. مگان فاکس. اگه توی زندگیتون حتی یک لحظه هم روی مگان فاکس کراش داشتید، بهتون تبریک میگم. شما سلیقه خیلی خوبی دارید و احتمالاً در کودکی با دیدن وی در فیلم ترانسفورمرز به یک بلوغ زودرس دست پیدا کردید و به بانوان قدرتمند، فریبنده و مرموز علاقمند هستید. در کل انسان با درایت و خوش سلیقه و متشخصی هستید. سیدنی سوینی. شما مشخصاً یک بوبز پرسن یا شخص سینه‌ای هستید. به لبنیات و لاکتوز علاقه‌مندید و از لطافت و زیبایی خیره کننده بیشتر از زیبایی مرموز و پنهان خوشتون میاد. شما انسان صادق و رو راستی هستید و از ابراز خودتون هیچ ترسی ندارید. سوزان روشن. اگر کراش شما در خردسالی یا حتی همین الان بانو سرور ارباب سوزان روشن بوده یا هست، شما رسما یک لجند هستید. احتمال خیلی زیاد به چرم مشکی و روابط BDSM علاقه‌مندید و دوست دارید تحت سلطه قرار بگیرید. آنا د آرماس. شما سلیقه همه پسند دارید. در افکارتان خودتان را رایان گاسلینگ می‌دانید و معتقدید گرگی تنها و خسته هستید. شبکه اجتماعی مورد علاقه شما اینستاگرام هست و عاشق میم‌های اینستاگرامی هستید. این خانم اخباریه. احتمالاً شما مشکلات مادری دارید یا همان مامی ایشوز. شما هم مثل پدرتون علاقمند به دنبال کردن سیاست روز دنیا و قیمت دلار و وضعیت خاورمیانه هستید. بیشتر از سنتون میدونید و علایق خاص و غیر معمول دارید و در کل آدم متفاوت و خاصی هستید. این دختر گیمره یا این یکی و اینا و اون یکیا. شما قطعاً گیمر هستید یا بودید یا خواهید بود. بیشتر وقتتون رو در اکسپلور اینستاگرام به سر میبرید و در شریک عاطفی علاقمند به معصومیت و پاکی و بیگناهی هستید. احتمالاً سنی کمتر از 18 سال دارید و مدتی فورتنایت بازی میکردید یا میکنید. سویتی فاکس. شما جدا نیاز دارید که چند وقت از اینترنت دور شوید. تمام.